السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بكل خير. صباح الخير. ورين بزهوي ماهي ذو القعدة. الله المتعال يحياك الشمارة در حفظ و پناه خوش نگهدار باشه. بعد از نماز بامداد، نماز سحر، مردم در حالتی به طرف خانه هاشون رفتن. کسی تا سحر نماز خواند و عبادت کرد، کسی نو می آید به طرف کعبه، به طرف مسجد الحرام. بس هر کسی در هر حالت مشغول، هر کسی در هر حالت مشغول است. اینا یک کلین گفته سن در عمره که اوش سرتراشی می قپن میبرن، سرتراشی میکنن. اینجا آدم ها را می قپن. اینا آدم ها احرام بستگی هم، نمی احرام بستگی های سرش موه داره، مثال موی سر داره. میگه که بیا بریم، مقصد بعد ای تمام کردن طواف و صفا و مروه رفتن سرتراشی است. یک خیلی بگم یک آب و هوای بسیار یک عجایب. هر کسی در هر حالتی، هر کسی در هر حالتی قرار داره. همه ملت هم میبینی، همه ملت رو باور. یا خیلی ملت های را میبینی که خیلی ملت های را میبینی که چیزم نومی اگه جایی میگوی میپرسیش خیلی دولت شاید یکم بار شنیده باشه. اینجا کفترکو پایدهشن، کفترو را هرچی میتیم خطا نکنم که ابی قبایس اینا یا دونه میفروشن، ریزقشون هم کار میکنن. اینا تبچکه میفروشه. اینا خواهرای دولت های افریقایی، اینا با چیزه میفروشه، تیزک. بلا بلا هذا من أي شيء هذا؟ بايزة بايز بيض إيج هذا إيج هذا كم واحدة؟ 10. هذا سمسم. سمسم. هذا رز. رز. ايوه. وهذا ما رز ابيض. في لحم. في لحم. هذا في لحم. رز لحم. ايوه. هنا تاري چیزا میفروخته است. هنا دجاج. هذا واحدة ممكن واحدة؟ واحد. هنا چیزا میفروشه اینا. هذا أيوة. لا هنا ناكل هنا. نجرب. أنا أول زبون. يعني أنا أول واحد أشتري منك. ها؟ لا؟ بعد صلاة الفجر أنا أول أشتري. ها؟ يا كم كلام.
اینای اوقاتی بالا بالا داشته است. مالایزیا، اندونزیا، اندونزیا، جاکارتا. حاضر بالا بالاش همه چیم. خود چیه بالا بالاش؟ خوب گی؟ بچه خولا خوب گی؟ میگه. چون خیلی کار می‌کنی نک بخدا گفتم میشه بگیرم. ولی خود نک خیلی نه افندم. اینای بچه خوله ما اینه. خلاص اوقات اندونزی گیرم خوردیم. اینا مردم در حالت هر طرف رفتن تماشا نمیخری کارو برو جاشید بچه خولا جو رفت خیلی باقی در امان الله باشین. الله متعال یک و یکی شما را گردار باشه. در حفظ پناه الله متعال باشین در روزهای مقدس، در این روزهای مبارک. الله متعال همه هموطنای ما تاجیکا را که در این روزهای سر سخت قرار دارند، الله متعال ای سختی ها دورشان کنه، قرار کارشان بده. پروردگار را به زنان را الله متعال همسرای خوب نصیب کنه، به شوهرها را الله متعال شوهرای خوب نصیب کنه و پروردگار را هر کسی که در این روزهای مبارک طلب دعا داره، هر نیت خیری که داره، هر آرزوی نیکی داره، الله متعال برآورده‌اش کنه. و اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم لسائر جماعة المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.